بیپی میایم با یه ویدیو دیگه با سامیار. سلام بچه‌ها، اومدیم با نامی یه چند روز با نامی ویدیو نگرفته بودیم با هم، یعنی من نیومده بودم. آره الان دیگه دوباره اومدیم با هم دیگه. آره من که کامنت و ساب و ویو همه چی بزن 100% بچه باورم نمیشه 500 تا ویو گرفتش اون شورتمون. شورتمون خیلی خوب بود. بله دمتون گرم و زنگوله هم بزنیم. آره یادم رفت ساب زنگوله و لایکو بزنین. حالا قراره اگه میتونین کامنت انگلیسی بذارین که ساباتون نپره. چی؟ کامنت انگلیسی بزنین که ساباتون نپره. هیچ ربطی نداره ولی اوکی. پس بچه ها میایم با یک ویدیو مولتی دیگه تو شیپمنت. قراره ما هم هر دومون دیل قرار برداریم. دیل حالا من جلون وسط های چیز دیگه هم برداشتم. آره بچه 1 دقیقه شد همینطوری داشتیم حرف میزدیم. بچه ها بیشتر کامنت کنیم، بیشتر لایک کنیم. فقط ویو میدین ها، لایک و زنگوله بغل و ساب اینا چی شدن؟ یادتون رفتن چی؟ قراره به این کیه داره منو چپ چپ نگاه میکنه؟ خب حل بچه ها. هدشات بچه ها اگه دوست داشتین ما یه پک اوپنینگ میکنیم، ولی والا در وضعیتش نیستیم، خیلی هم هوا آلوده است. بابا فینیشر دارم میخورم بچه ها. آبروم رفت. لیولش چنده؟ 118. اوکی از نوب حد. خب در وضعیت خوبی هستیم یا نیستیم سامیار؟ تو رو بازی داری تمرکز میکنی نه؟ بچه همه گفتن سامیار پرو بزنین تو کامنت ها. حتما این نامی نوب بزنین تو کامنت ها. آقا ما انقدر محبت میکنیم به شما، بعد شما میگین نامی نوب. سامیار نوب یه سگم بهش اضافه کنید فقط. دارن که الان کی بیشتر کیل داره؟ والا نمیدونم. آها تو. من دیگه. خب دیگه خودم داری میگی. خب چرا ربطی سامیار کیه خفنه؟ میتونم حرف بزنم که داداش همون اسنایپر داره برداشته. آره میدونم دارم فشار والا نمیخورم، عصبانی هم هستش. آقا من میخوام AK 117 بردارم. من شاتگان برداشتم. بچه با یه نو اسکوپ دیگه میخواد بیاد نامی. حاله چقدر نو اسکوپ میزنه نامی نو اسکوپ گاده. نو اسکوپ گاد نامی نو اسکوپ گاد تو کامنت ها. سامیار نو با از این چطور رو ول کنی. نامی نو اسکوپ گاد. و اینکه دیدیم یکی عجیب غریب داشت میگفت تو کامنت ها تو اون ویدیوه. کی؟ حالا تو اون ویدیویی که 500 تا ویو یه کامنت خیلی حرفای بد زدن توش و هیچ خدای مرسی ندیدش، فکر نکنم. دعا میکنم ندیده باشن، چون اینکه چیزای بد گفت. چرا؟ ولی من زودی پاکش کردم. چرا؟ تا اینکه دیدم بابا خیلی حرفای بدی میزد، آبرو ریزی بود. داداش این مامانت ببینه میکشه. اصلا مامانت اینجا نی. من دوست دارم برم ببینم. بعد مردیم، بعد باختیم. بچه ها به نظرم یه دست دیگه هم بریم نه؟ آره دیگه. آقا هنوز ویدیو اونقدر طولانی نشده ولی خود بابا اینجا دیگه من بذار برم لودات بچینم. باشه بچه ها من با بچه ها حرف میزنم تو هم حله. من همه لودات میشینم. بچه کامنت هم بزنین. آره 100% کامنت ها مهمه. فقط کامنت ها بذارین. اصلا لایک نمیزنین. آره چرا لایک نمیزنین؟ اصلا هیچ لایکی نگرفتیم خیلی وقته، ولی بیشتر ساب کنین بچه ها. من برسم به 20 تا ساب به خدا میگیرم یه دست بازی میکنم.
چیکار میکنم؟ اسکینمو میکنم اوشون میکنم. وایسید بچه ها. اسکینمو میکنم اوشون، گانمو میکنم والا وایسا، گانمو میکنم. وایسین آنشون. وایسا، اشتباهه، اوشون ولی بدون اسکینا. مثلا منظورم اوشونه، خب بدون هیچی. خب نامی ردی کن. بدون اسکین و بدون هیچی، نایف معمولی حله. وقتی رسیم به 20 ساب این کارو میکنم. همین که بازم چالش میخوام بذارم. بعد مثلا که اون ویدیوی بتل خوشتون نیومده زیاد، والا منم میگم اونقدر چیز ویدیوی خوبی نبود به نسبت ویدیوی قبلیم. ویدیوی خوبی نبود ولی الان قرار دست شروع شه. آقا داداش اسمت یا چسه؟ آقا من میرم یه گانی که جدیدن خیلی من دارم باش خوب بازی میکنم. زشته بابا اسکین اپیک داره، دارک متره داداش. نه دیدم. یه وایسا ببینم. آقا وایسا من دارم بیا ببین چقدر قشنگه. اصلا مثلا اسکوپ و نداره، زومش اینه همینطوری بچه ها. ای وای پرید بیرون مثل موش، مثل قورباغه. بچه ها من خیلی دارم بد بازی میکنم. وایسا گانم باید عوض کنم. آقا یک کیلم ندارم آخه. همه کیلامون دزدیدی سامیار. آها بالاخره 2 تا کیل. دادا یه کمکی بکن. تو داری همه کیلا رو میدزدی. من با شورتی میزنم. آقا گانه شورتی گانه. منم با شیپ فایر میزنم. ای بابا. خب حالا کاتانا ایسوال. حالا میریم با ایسوال رگباری. ویشت. حالا با ایسوال دارم کیل میگیرم. یه کیل دیگه. میریم بابا. اولین بار تو خیلی وقت من ایسوال استفاده نکرده بودم. این یکی از تقریبا اولین بارم نیستا بچه ها. میگم اولین بار فکر کنم تو این سیزن خداییش که دارم ایسوال استفاده میکنم. انقدر استفاده نمیکنم در این حد. آخرین کیلم گرفتم 40. میبریم بازی رو و بچه واسهتون 2 تا دست بازی کردیم دیگه. منم MVP شدم واسهتون دیگه. از ما چی میخواین؟ داداش هستی؟ آره داداش. اوکی بچه ها تو ویدیوی بعدی میبینیمتون. چی؟ هیچی. من چیزی ندیدم. بچه ها تو ویدیو بعدی میبینیمتون. ولی فعلا خداحافظ. وایسا حرف دارم میزنم. میخوام بهتون یه چیزی بگم. فقط لطفاً بچه ها به خاطر من به 20 ساب ما رو برسونید. حداقل زنگوله رو حداقل لایک کنین. به خدا لایک واسمون کافیه. ساب هم نکنین هیچی، لایک بکنید لطفاً. بچه ها ممنون که این ویدیو رو دیدین کامل. ممنون از همه ویورام. خدا حافظ برای امروز. حتما دوباره این هفته دوباره میذاریم ویدیو. و بله امروز تموم شد ویدیومون. خدا حافظ سامیار. خدا حافظ. خیلی خفنه. اوکی حله. پس خدا حافظ. خدا حافظ بچه ها. MVP سامیار.